ولی ببینی یا برش بگوی که همین چیزی که ما دادیم امیره در فقیر در دست فقیر بده پورا نمیشه اجرش. الله اکبر. این خواهد نا اجر است. ده مثل یا ده چند برای در مقابل نیکی خواهد نایش است. چرا در انفاق فی سبیل الله والله یضاعف لمن یشاء. الله چند میسازه به کسی که الله بخواه. در راه الله که مصرف میکنی خبر داری؟ یا کسی که صبر و استقامت اختیار میکنه در راه دین، در راه دعوت، مشکلات برداشت میکنه، اجرش چی قدر است؟ شمار نمیشه، قطعا شمار نمیشه. الله بندی خدا این قدر نوازش میده. یک قدر همین بنده که الله پیدا کرده، هم امکانات الله برش داده. و شما را ببینید یک شب لیلت القدر الله متعال چی برات میگه؟ چی برات میده؟ تو انسان غافل قدری تا نمیشناسی؟ الله متعال همونطور در جهنم کسی نمیبره. در جهنم کسی را میبره که به میلیون ها و میلیارد ها نعمت های الله را قدم گذاشته سرش. کلی نعمت ها را قدم گذاشته بعد از در جهنم داخل شده. اینطور نیست که همونطور مفت رفته باشه. من جا بالحسنت کسی که میاد اشاره به این میکنه جا میگه. جا چی مانا؟ هر انسان که در اون جمعه خامخا قطع یک چیز میآید عمل انسان عقیده انسان قطعا از تو جدا شدنی نیست. بالکل. من در موضوع اعتکاف براتان گفتم. اعتکاف چی را میگه؟ گوشه نشینی از مردم تمامی تعلقات مصروفیت های دنیا را یک طرف گذاشتن، یک کمی در گوشه نشستن، یک فکر کردن دنیا چیست، من کی هستم، کدام طرف روان هستم، چرا آمدم. خب سنجش بکن. من در این گوشه نشستم، پکه بالا چالان است، خب کالای خوب در جانم است، هوای وسیع است، مردم قدر مرم میکنن، نانم هم تیار میرسه، در اعتکاف آمستم. لیکن دلم قید میشه به خاطری که چی وقت بیرون میبرایم، چی وقت قطعی مردم تعلقه دارم. یا الله در روزی که در قبر مانده میشم، خاکم سرم چپه میشه، بیرونم رفتن نمیتونم، اونجا کی هستم رای؟ چقدر دل آدم قید باشه و چی چیز قطعی انسان است. دمی اعتکاف هم عقیده و عملت است، دمو قبرم عقیده و عملت است. قرآن هم امور میگه من جا کسی که آمدن میکنه آوردن میکنه بالحسنتی بنیکی، یعنی هر انسان عمل خود میاره. خب یا بد اتمی قطعی عمل خود میاره، همونطور نمیره. ما شما که در آخرت میریم با امر عمل خود روانت. کدام عمل؟ چی رقم عمل؟ دمی رمضان روزه را خورده بودی در تاکو همشیره تا لطم کردی سرش، توهینم کردی، اگر او برات نصیحت کرد که بیا درکم کلان بچستی بالغ استی روزه بگی گناه داره، بخی ملاقات پر پدری تو را اینطوری گپام گفتی، والله چی جواب میگی؟ قطعی عملیت در روز قیامت اینجا خو پنهان کردی خدا. در روز قیامت پیکنیکیت، چرسیت، شرابیت قطعی یک جا دم مجمعه امین مخلوق الله همینطور نمایان میشه. زنا کرده، دزدی کرده، همین امرای عمل خود به خود آمده رایستی. یک دفعه فکرت بگی، فکرت کجا میری؟ اعمال تو که اینجا پنهان انجام داده اونجا کلش برملا میشه. شریک کاذب و منافق صفتت اونجا برملا میشه که اینجا چقدر ریشی کلان مانده بودی، مردم فریب میدادی، لیکن اونجا مکملی فساد و خیانتا مکمل نمایان میشه. من جا بالحسنت کسی که آمدن میکنه با نیکی، حسنه مراد عقیده توحید، عمل کردن به طریق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینا کلش حسنه میگه. فله عشر امثالها، برای ازی ده چند عزیز، یعنی یک نیکی الله بدل به ده چند میسازه. ادنا مرتبه ثواب است، بلکه ازی کده بالا تا 700، بلکه ازو کده بالا. نظر به اخلاص، صداقت، درست بودن عمل، زیاد موافق بودن با نقشه پیغمبر صلی الله علیه وسلم، هر قدر کی تکمیل بود ثواب دیگه بالا میاد. و من جا بسیئات کسی که آمدن میکنه به گناه، الله چقدر رحیم ذات است. یقینا در مقابل رحمت الله این بندی غافل آنقدر جفا میکنه. تو ببین نیکی تا بده چند، بلکه نه با چندان چند اج شمار نمیشه، لیکن بدی تا فلا یجزا الا مثلها، بدل داده نمیشه مگر به مثل بدی. یک بدی یک چند برات جزا داده میشه. احسان الله را کدام طرف میکنی؟ این قدر و عظمتی که الله بری تو داده انسان میفهمی.
میفهمی؟ و هم لا یظلمون، این مردم ها سرشان ظلم کرده نمیشه که زاید سرشان شمار شود گناه یا استکی از نیکیش چیزی کم شود. قل کلا قد تعدنا قل اننی هدانی ربی. آخری صورت است، سورت انعام، فقط درس توحید الله متعال، یک تاپرستی الله بود با ذکر دلایل مقنع ساده بسیط که هر کس میفهمید. آلی امی موضوع را باز دوباره میکنه، پروگرام عقیده توحید الله برای پیغمبر خود تعلیم میده. اعلان کو به مردم. چطور اعلان کو؟ قل بگو پیغمبر علیه السلام اننی هدانی، مرا هدایت کرده ربی، پروردگاری مرا، یعنی مرا چی کرده؟ توفیق داده و مرا ده حق رسانیده الله متعال. هدایت ما مفکوری خودی من نیست، سقراط افلاطون نیستم که یک چیزم درست باشه نظری دیگه من درست باشه فیثاغورس نیستم. من که تمام موضوعاتم از تعلق به الله داره. الله مرا هدایت کرده. کسی را که الله هدایت کرده باشه او گمراه میشه؟ نه. از او خاطر الگو و نمونه برای بشریت است. خطا نمیشه، الله برش هدایت کرده. اننی هدانی، مرا هدایت کرده، راهنمایی کرده به سوی حق، ربی پروردگاری ما، الی صراط مستقیم. کدام طرف من راهنمایی کرده؟ به سوی راه بالکل برابر مستقیم. راه برابر کدام است؟ دینا قیما، نظام مستحکم ثابت به دلایل. نظریات شخصی کسی نه. کدام دین جدیدی که استوار به خیالات باشه؟ نه. به خوابا باشه؟ نه. خو دیدم که فلانی زیارت اینی طور کار کرد، خو دیدم خوار یک تو جناب میبینی. خوا به خوا دینی تا خیلی فریب کاری کردی، مردم به سجده خود آخر وادار ساختی به می خوایی. من خو دیدم که پیغمبر چپن برم داد، من خو دیدم که پیغمبر مرا گفت که مردم دعوت بده تو نماینده مستی خلیفه مستی. خوی تو را من چطور اعتبار کنم؟ خو نیست و شیطان است. تو شیطان هم مقرر کرده که مردم رو گمراه کرده. برو خو کجاست؟ خوی چیست؟ اسلام دین استوار و راسخ و ثابت است، یک موضوعش خیالی نیست، سند داره. سند قرآن همینجا میگه صراط مستقیم کدام است؟ دین خیالی نیست، نظریات و مفکوره های شخصی نیست، از چند نفر نیست، دموکراسی نیست. دینا قیما، یک دینی است که قیما محکم است، استوار است با دلایل. خب محکم کدام است همون دین؟ ملت ابراهیم حنیفا. رد میکنه بالای مشرکین مکه و مینازیدن دین ما دین ابراهیمی است. الله متعال میگه دروغ میگه. ملت ابراهیم کدام است؟ حالی مشخصات ملت ابراهیم بیان میشه. این مشخصات علائم در شما در چشمم دیده نمیشه. این مشخصات فقط در دین اسلام و به شریعتی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم آورده دو دیده میشه. ملت ابراهیم، روش ابراهیم خلیل الله، حنیفن که نشان بزرگ ابراهیم علیه السلام چی بود؟ حنیف، بیزار از عقیده شرک و مایل به توحید. حنیفا که مستحکم و پایدار سری عقیده یکتا پرستی الله بود. از روزی که الله پیدا کرده بودی موحد بود. حنیف کسی را میگه که مایل از همه دیان باطله و رو را به طرفی کی آورده باشه؟ حق پرستی و یکتا پرستی آورده باشه. کسی که امروز هم میگه که ما به ملت ابراهیم هستم و کارای شرک میکنه کاذب است، منافق است. به خاطری که میگه ما در ملت ابراهیم علیه السلام هستم، اما میره در قبر سجده میکنه، آواز در قبر میده، شخصیت پرستی میکنه، تنظیم و مذهب پرستی میکنه، در ملت ابراهیم نیست. ابراهیم علیه السلام رای مخالفت اعلان کرده با قوم، با دولت، با پدر، با همگی، فقط و فقط. و ما کان من المشرکین، نبود ابراهیم علیه السلام از مشرکا. او شما خو مشرک هستی؟ ملائکه را بنات الله میگه، بوتا را در خانه کعبه داخل کرده. پیغمبر علیه السلام که داخل شده داخل کعبه، یک شکل به نام اسماعیل و دیگر به نام ابراهیم علیه السلام جور کرده بودن، در دستایشان هم چی؟ تیرا را داده بود. نعوذ بالله. پیغمبر علیه السلام میگه چقدر کاذبی مفتری ها هستند و کسایی که علمبرداری توحید یکتا پرستی بود در یارا نعوذ بالله بود جور کردن. الله اکبر. دین ابراهیم کدام است؟ عالی بر ما رای بندگی نشان داده میشه. انسان کی مؤمنی واقعی میشه؟ زمانی میشه که گپا در زندگیش عملی شوه. کدام گپا؟ قل بگوی پیغمبر علیه السلام
ده عقیده خو اعلان کردی بر سر بازار که عقیده ما چیست؟ توحید، بیزار از شرک. اما در عمل چی رقم زندگی داری؟ قل بگوی پیغمبر علیه السلام حاصل دینی ما یا حاصل ملت ابراهیمی لب لبابش چی است؟ ان صلاتی، یقینا نمازای ما، و نسکی، عبادات بدنی ما، و مالی ما، یا چی؟ و نسکی، تمام عبادتای ما، یا مراسم حج ما، قربانی ما، کلی معناها را داره. و محیای، زندگی ما، یا کارهایی که در زندگی انجام میدم، و ممات، مرگ ما، یا او حالتایی که ما در او میمیرم، کلی حالتا ده کیست؟ لله، خاص برای الله متعال است. کدام الله؟ رب العالمین که تربیت کل مخلوقات کرده. دلیل وجود داره که باید پرستش ازی شوه، کلی گپا برای ازو باشه. خلاصه دین اسلام، راه مستقیم ملت ابراهیم علیه السلام چیست؟ تسلیمی مکمل. در هر حالت، در هر موسم، در هر جای، در هر حکم، در کلش. اینی را مردم میگه ملت ابراهیمی. آلی اگر کسی برات پرسان کرد که با ملت کیستی بگو ابراهیم علیه السلام. اما اگر توی بچهت بود ملا صاحب برات میگه نکوساز، او طرف میری او ملام دیوانه باقی مانده. یک بچه دارم هم یک روزی خوشی داره، همین روزه که من سازنده نبیارم چی به درد میخوره. ایره مردم نمیگه ملت ابراهیمی. مکمل تسلیمی در هر زمان، در هر وقت، در هر شعبه زندگی. ایره ملت ابراهیمی میگه تسلیم شدن. در جایی که نقصانی مادی شخصی برام متوجه میشه باز دین مینه نمیشناسم. فقط جایی که مناسب است مطابق خواهشم است باز دین نمیشناسم. اونورا ایره ملت ابراهیمی میگه نه. در اینجا برای ما واقعا مؤمن برای ما معرفی کرد. مؤمن کسی است که هست و بوست زندگی، نشست و برخاست، تعلق و رابطه، دوستی و دشمنی، کلی گپای خدا خاص به خاطر رضای کی میکنه؟ الله. و خود تسلیم به الله کرد. نسک مراسم حج میگه، نسک قربانی را میگه. در اینجا نسک عبارت از مطلق عبادت است. خود در رأس کل عبادت ها اول نماز است. نماز کسی که نماز میخونه خالص برای الله بخونه، کسی دیگر را در لحاظ نکنه. خواهرای برادرای ما به ارواح مردا میخونه، میگه به ارواح مردا میخونه، هر شب 2 رکعت نفل. نماز برای الله خوانده میشه، به ارواح مردا خوانده نمیشه. ان صلاتی، یقینا نمازای ما. حاصل اینمی آیت چیسته؟ مراقبه کامل. انسان خدا در یک منظرگاهی قرار بده، فکر بکنه که الله متعال مکمل مرا میبینه، الله بالای استاد است، مرا فرمان میده ای کار اینطور بکو، اینطور بکو، نمیتونم که خدا این طرف کنم. اینی را مردم میگه مراقبه کامل. لا شریک له، نیست شریک به امرای الله متعال، هیچ نوع شریک نیست، نه در عبادت، نه در ربوبیت، نه در اسماء و صفات، هیچ. و بذالک، به استاده شدن بین دین که مکمل تسلیمی برای الله، بیزاری از شرک و قائم باقی ماندن بالای توحید یک تاپرستی. چی است؟ امرت، من مامور شدم که بعد سریازی محکم باشم. ای جواب داد. بعضی مردم ها گفتن خیر است یک دفعه بیا امی عنعنات و رواجای ما دینی پدری تن بپذیر. الله به پیغمبر خود میگه بگو برش ما به این مامور شدم که قطعا قائم سری توحید باشم، شرک مرک قطعا نمی کنم. و انا اول المسلمین، و ما اول مسلمان هستم، اول تسلیم شوینده به این نظام هستم. چرا که تبلیغ نظام اول خودم میکنم، اول مسلمان پیغمبر میباشم. قل اغیر الله، بعد از وضاحت اسلام رای تو واضح شد، آلی برش بگو اغیر الله ابغی، آیا غیر الله را طلب بکنم؟ غیر از الله مدبر کل عالم، خب الله رب العالمین الله را گفتم که الله است. مدبر عالم تنها الله است، قطب و اوتاد و گپا نیست. فلان منطقه در تصرف فلان قطب است. نه رب العالمین الله است. آیا غیر از الله طلب بکنم؟ ابغی ربا، یک کس رب متصرف بشمارم، مدبر عالم بشمارم، قیوم زمان بگویم، قطعا شده نمیتونه. چرا؟ و هو رب کل شیء، الله مالک و متصرف تمام چیزاست. کل چیزا مملوک الله، مخلوق الله، بنده الله. چطور شده میتونم من کسی دیگر مدبر، دیگر مصلح، دیگر چی بدانم؟ مالک و متصرف بدانم.
قطعا نمیتونم. باز جواب سوال است. اگر کسی عقیده را نداشته باشه گناه لازم میشه. بله. ولا تکسب کل نفس، کسب نمیکنه تمام هر نفس الا علیها، مگر بالای خود، ضررش بالای خودش است. ولا تزر وازره وزر اخرى، نمیورداره یک نفس گناهگار وزر اخرى باری نفس گناهگار دیگر، الا ای که سبب نشده باشه. اگر سبب شده بود، وسیله شده بود، باز بر علاوه که بار گناه بالای انجام دهندهش است، یک بار گناه سر از هم اضافه میشه. چرا؟ سبب و وسیله شده برای گناه. ثم الی ربکم، باز به سوی پروردگارتان مرجعکم، بازگشت شماست. فینبئکم، شما را خبر میده، یعنی فیصله میکنه در بین حق پرستا و باطل پرستا. بما کنتم فیه تختلفون، به آن چیزی که شما در اختلاف داشتی الله فیصله میکنه، میبینه که حق در جانب کیسته او چه قسم دلایل کسی پیش کرده برای از اینکه حق نپذیره، دیگه پا مکمل پیش میشه، اونجا فیصله میشه. و هو الذی جعلکم خلائف الارض، آخری آیت سوره انعام است. موقف و منزلت و مرتبه انسان الله متعال بیان میکنه. انسان کدام شخصیت است، کدام مخلوقی الله متعال است. وقتی الله اینقدر سرفرازی، اینقدر مقام و منزلت برد داده، لایق است که فقط سری سجده را به یک الله بگذاری، نه به مخلوق عاجز. چرا که الله تو را خیلی مقام منزلتی بالا داده، لایق نیست که تو سرت برای کسی دیگری پایان شود، چی سنگ باشه، چی چوب باشه، چی پرنده باشه، چی حیوان باشه، چی ستاره باشه، چی مهتاب باشه، چی بت باشه، چی انسان باشه، چی ملک باشه، چی جن باشه، هیچ کس مناسب نیست. انسان الله قدر مقام و منزلت داده که بجز از الله به کسی دیگری سر پایین کردن مناسب حالش نیست. چرا؟ مقام تو بلند است، رقم بلند است. الله برد میگه و هو الذی، الله ذاتی است، جعلکم که شما را گردانیده انسان ها. کم قدر و قیمت براتان الله قائل نیست، بسیار قدر و قیمت است. چرا؟ گردانیده شما را خلائف، صاحب اختیار، باشنده ها یکی پی از دیگری دیگه، به نیابت یکی از دیگه پشت سر دیگه آمده نیستی. اینه شما هم قای مقام دیگه مردم هستی. قومای سابقه تیر شد، آخری قوم شما باقی مانده دیگه. شما کسی نایب نداره، آخری صنف تکمیل سر شما شده، فکرتان بگیره آخری صنف سر شما تکمیل شده. حالی تلاش بکنه که صنف مکمل هستی، نقصان در شما پیدا نشوه. چرا که الله شما را امتیاز داده. یک، و هو الذی، الله ذاتی است، جعلکم که گردانیده شما را خلائف، نافذ کننده احکام الله. استعداد و قوت الله برایتان داده که احکام الله را در روی زمین نافذ کنه. همه کائنات زمین آسمان در مسخر تابع او را برای شما، و شما فقط نافذ احکام الله را نافذ بکنه. این مقام به کی حاصل است؟ اینطور استعداد الله برای داد که تو حاکم هستی، کل جهان دیگه محکوم زیر اراده و فرمان توست. و رفع بعضکم فوق بعض، درجات بالا کرده الله متعال، بعضی شما را بالای بعضی دیگر را از روی مرتبه. در بین شما هم تفاوت مراتب وجود داره. چرا؟ لیبلوکم، به خاطر که امتحان بکنه شما را که آیا کسی فقیر است غنی است، غنی را سری فقیر، فقیر سری غنی امتحان کنه، صحتمند سری مریض، مریض سری صحتمند، کلان سری خرد سری کلان. این همی قسم زن سری مرد سری زن، تفاوت های گوناگون وجود داره. هدف همیسته که امتحان کرده میشه. الله صاحب قدرت گردانیده تو را، حالی چی میکنی با زیر دستیت؟ چه قسم معامله رویقتش میکنی؟ کلش امتحانی الله متعال. لیبلوکم که امتحان کنه شما را فیما، در او استعداد و در او مال و در او علمی که آتاکم الله براتان داده، امتحانتان میکنه تا باش عالم علم خدا به وجه درست میرسانه. نه مردم که پیشش میاد با پیشانی ترش جواب میده، یعنی که به بسیار حوصله مندی. چه رقم است؟ در مالم الله امتحان میکنه تا نه که فقیر پیشتان میاد به کدام سیستم رخصت میشه. در نفوذ اجتماعی و قدرت هم امتحان میکنه که از نفوذ اجتماعی سوء استفاده میکنی یا خدمت ملت، کدامش میکنی؟ کلش امتحانات است. قرآن کریم اشاره به این میکنه که انسانان الله متفاوت پیدا کرده. چرا؟
به خاطری که اگر تفاوت نباشه چرخ دنیا مکمل جای به جای استاد میشه. چرا؟ جامعه انسانی حیثیت یک ماشین نداره، در یک فابریکه پرزه های متنوع داره، هیچ پرزه هم هدر رو بیفایده نیست، لیکن پرزه ها در بین خود در قیمت های خود فرق داره. یک پرزه خیلی قیمت داره، دیگه پرزه اونقدر قیمت نداره. یک پرزه خیلی کاری مهم انجام میده، دیگه پرزه اونقدر کاری مهم انجام نمیده. معاشره انسانی نمی قسم است. یک انسان است بسیار فعال است، سخت فعالیت میکنه، کاری خیلی مهم پیش میبره. دیگه پرزه هم در حالت حرکت است. چرخ زندگی انسانیت اینه میتون روانه است. الذی الله ذاتی است جعلکم که گردانیده شما را خلایف نافذ کننده احکام خود در روی زمین، در بین کائنات شما را شرافت و عزت داده که احکام الله را شما نافذ کنه. همه کائنات الله در خدمت شماست، شما مخدوم و هم خادم. در بین شما و رفع بعضکم بلند کرده بعضی از شما را فوق بعض بالای بعضی دیگر را، یکی را غنی ساخته دیگر را فقیر، یکی را صحتمند دیگر را مریض، یکی را عالم دیگر را جاهل، اینه یکی را کلان دیگر را خرد، یکی را مذکر دیگر را مؤنث. چرا؟ تکمیل زندگی شو بدون از این نمیشه. کلی ما دکتر باشیم، آلی صوبکی در ترجمه هم نمی آمدیم، محترم کسی ما را برای ما استاد نمیکرد، کلی ما می رفتیم چی؟ قرار خود میزنیم که در 2 بجه تا خفتر مراجعین برم یا آلی خوابی خود پیره میکنیم، قرار خواب می بودیم دیگه. نه دکان واز، نه موتر، هیچ چیز هم نمیشد. نه الله متفاوت پیدا کرد. هر کس در دایره امکاناتش مورد امتحان الله است. مالدار در مالداریش، عالم در عالمیش، یک آدم جاهل در جاهلیش، یک آدم عوام در عوامیش، هر کس در دایره خودش الله امتحان میکنه که چی میکنه؟ مطابق دستور الله تسلیم به دستور الله است. یعنی کسی که این قدر سرکشی ها را شروع میکنه پرسان نکو، نانی خوردن خدا نداره باز میره شراب میخوره. اینطور گپا میکنه، عجیب است. لیبلوکم که امتحان کنه شما را فیما آتاکم در اون نعمتایی که الله براتان داده، یا او صحت یا او عمر. ان ربک یقینا پروردگار تو سریع العقاب، سخت جلد چی عذاب دهنده است. کسی که حالش همین دستورات الله را بشکنه فکر نکنه که الله یارا گرفتار نمیتونه. و انه لغفور رحیم، یقینا الله غفور و رحیم هم است برای کسی که شکر کننده باشه، از امکاناتی که الله برش داده از او استفاده درست کرده باشه. اما الله سریع العقاب است، ام غفور و رحیم است. دلی کسی که کدام صفت برای خود اختیار بکنه رای درسته که الله سرش غفور و رحیم شوه، یا رای غلطه که الله سریع العقاب شوه سرش.